سلام. خبرهای مهم رادیوی آزادی را از روز جمعه 23 ینور من خیرامان بقوزاده تقدیم میکنم. در پیامش به پارلمان تاجیکستان امروز پرزیدنت امامعلی رحمان توجه ویژه را به تهدیدهای امنیتی در جهان امروز و در آستانه انتخابات پارلمانی کشور روانه کرده گفت نباید به امید خواجگان خارجی شد و انتخابات آینده پارلمانی را به آتش اندازی ناامنی کشاند. پرزیدنت مشخصاً از کدام نیرو یا گروه نام نبرد ولی تاکید کرد که نباید آرامی و امنیت کشور به هم زده شود و با یادآوری از بی‌ثباتی ها و خشونت های دوران جنگ شهروندی تاجیکستان گفت وظیفه دولت تامین امنیت است و آنهایی که به امید خواجگان خارجی شده برای آتش روغن می‌ریزند اولین شده از کشور فرار خواهند کرد. در همین حال در واکنش به سخنرانی امروزه امامعلی رحمان رئیس یکی از حزب‌های سیاسی کشور حزب سوسیال دموکرات گفت چنین اندیشه ها باعث ایجاد ناباوری در جامعه می شود. پرزیدنت اگر این شده پیام میکرده باشد مشخص کند که خواجه های خارجی کی را در نظر دارد و نسبت کی در نظر دارد. وقتی چه خواجگان خارجی گفتن برای که سازمان ملل متحد است یا که یکان دولت ابرقدرت است یا که شهروندهای خارجی است وقت مشخص نشد علاقه این نادرست باید موضوع منطقه است. پرزیدنت کشور مثل هر یک شخص مسئول دیگر نگران این وضعیت هستند که مبادا توسط دستهای خارجی در کشور ما هم با استفاده از حساسیتی که در وقت انتخابات میشود چون حالت با وجود نآید. ما این را یک امر طبیعی میدونیم ولی وقتی که نیروهای اساسی کشور حزب‌های سیاسی نامزدها طبق قانون عمل کنند مقامات دولتی هم از آن جمله روحیه صلح و وحدت باشد همکاری و همدیگر فهمی باشد من فکر نمیکنم که یگان دست خارجی بتواند وضعیت داخلی ما را به هم بزند. در سخنرانی پرزیدنت امامعلی رحمان همچنین نگرانی از جلب شهروندان به جنگ‌ها در سوریه و ضرورت توجه بیشتر به تربیت فرزندان در خانواده ها، مشکل رقم اول بودن کمبود نیروی برق، وضع اقتصادی و پیشرفت ها در این ساحه و همچنین سال آیله اعلان شدن سال 2015 تاکید شد. مسئولان وزارت مالیه تاجیکستان میگویند پول سهمیه‌های نیروگاه برق آبی روغن را بازپس گرفتند. آنها میگویند 200 میلیون سامانی اوریون بانک و 40 میلیون سامانی تاجیک صادرات بانک بازپس گرفته شده در خزینه نهاد زیرتابع آنها و در حساب روغن وارد شده است. اسمت الله حکیمов معاون سر ریاست خزینه داری وزارت مالیه گفت از حساب دپازیت های سهمیه روغن که در اوریون بانک و تاجیک صادرات بانک گذاشته شده بود میلیون ها سامانی فایده وارد شده است. 890 میلیون وارد شدگی از این 890 میلیون با 397 میلیون تو سال 2010 خراجات کردیم. ما از سال اکسای روغن سال گذشته در اوریون بانک و تاجیک صادرات بانک دپازیت داشتگی بودیم. تعمیر از حساب دپازیت هایی که ما در بانک داشتگی بودیم 56 میلیون وارد شده است. مقامات تاجیکستان سال 2010 معرکه فروش سهمیه‌های نیروگاه آب برقی روغن را برآ ماندند و از کل ساکنان تقاضا شد که در خریداری آنها سهم گذار شوند. ساختمان این نیروگاه بنا به مخالفت‌های ازبکستان همسایه به یک بحث بین‌المللی بدل شد ولی تا هنوز سرنوشتش حل نشده است. روز جمعه حدوداً 50 تاجر فروشگاه قسم‌های احتیاطی ماشین‌ها در مرکز سودای لاله شهر کولوب به نشان اعتراض از شرط و شروط نوی اجاره جای سودا در این بازار اعتراض و از حکومت شهر درخواست کردند که در حل این مشکل مساعدت کند. تاجران میگویند با انجام مهلت شرطنامه‌های قبلی آنها حالا باید از نو اجاره پولی جای سودا را در حجم $1000 سپارند ولی این مبلغ در اصل بنا به کمبود خریدار از حد زیاد بوده است. نعمت رستمov معاون رئیس شهر کولوب به اعتراضگران وعده داد که بعد شنیدن پیام امروزه پرزیدنت به طلب آنها توجه میکند. مسئولین دانشکده اسلامی میگویند در یک سال اخیر از گیمنازیوم اسلامی تاجیکستان 382 خواننده خارج شده است. اینها به گفته مسئولین با سبب‌های رعایت نکردن آیین‌نامه گیمنازیا یعنی در شکنی به سبب به درس حاضر نشدن، رعایت نکردن سر و لباس یگانه مکتبی، سطح پستی دانش آموزی، جوابگو نبودن آداب و اخلاق از تحصیل در گیمنازیا محروم شدند. حالا در گیمنازیوم اسلامی 1458 خواننده تحصیل میکند.
برای دریافت خبر و ویدیوی بیشتر به سایت اینترنتی رادیو آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و ضمیمه رادیو آزادی برای تلفنی همراه مراجعت کنید.